به نام خدا. کتاب نیمه تاریک وجود، اثر دوبی فورد. وقتی به نیمه تاریک وجودم نگریستم و فهمیدم که چرا گاهی دیگران این رفتارهایم را منفی می‌نامند، تازه محبت نهفته در دل آنها پیش چشمانم پدیدار شد. فقط باید از آن رفتارها به شکل دیگری بهره می‌گرفتم. لازم نبود سرکوبشان کنم یا منکر وجودشان شوم. فقط باید به شکل دیگری از آنها استفاده می‌کردم. تازه اهمیت فوق‌العاده داشتن یک زندگی کامل را درک کردم. یعنی اهمیت اینکه در وهله اول تمام جنبه‌های وجودیم و چه آنهایی که خودم و دیگران مثبت می‌دانیم و چه آنهایی که خودم و دیگران منفی می‌شماریم را ببینم و در وهله بعد آنها را در قالب یک کلیت والاتر بیامیزم. این روند به نظرم شبیه یک معجزه بود. برای همین لیستی از تمام بخش‌های وجودم که دوستشان نداشتم تهیه و تلاش کردم محبت‌های نهفته در آنها را پیدا کنم. به محض آنکه نکات مثبت و منفی هر یک از بخش‌های وجودم را دیدم، دیوار دفاعی فرو ریخت و به این بخش‌های وجودم اجازه آزاد شدن داد. برایم روشن شد قرار نیست از شر بخش‌هایی که درون وجودمان هست، آنها را دوست نداریم، رها شویم. باید جنبه‌های مثبت این ویژگی‌ها را پیدا کنیم و با زندگیمان بیامیزیم. تمرین: چشمانتان را ببندید و 5 نفس بلند و عمیق بکشید. با 5 شماره دم بگیرید. 5 شماره نفستان را حبس کنید و بعد آرام بازدم از دهان را انجام دهید. با این شکل تنفس تمام بدنتان را رها کنید. تمام تمرکزتان را روی تنفستان بگذارید و ادامه دهید. این یکی از بهترین راه‌های ساکت کردن صدای ذهنتان است. حالا همینطور که چشمانتان بسته است، تصور کنید وارد آسانسوری می‌شوید و در را می‌بندید. یکی از دکمه‌های آسانسور را فشار دهید و 7 طبقه پایین بروید. تصور کنید که به اعماق ضمیر خودآگاهتان می‌روید. در باز می‌شود و چشمتان به باغ مقدس زیبایی می‌افتد. سعی کنید تمام جزئیات باغ را در ذهنتان تجسم کنید. درخت‌ها، گل‌ها و پرندگان را ببینید. آسمان چه رنگی است؟ وقتی باغتان را خلق کردید، جایگاه مقدسی هم برای مراقبه بسازید. جایگاهی که بتوانید بروید و پاسخ تمام سوالهایتان را بیابید. 1 دقیقه دیگر نگاهی به گوشه گوشه مکان مقدس درونیتان بیاندازید و با خود عهد کنید که مرتب به آنجا سر بزنید. دوباره توجهتان را به تنفستان متمرکز کنید و 5 نفس شمرده و عمیق دیگر بکشید. بیش از پیش در حالت خودآگاهی قرار بگیرید. حالا این پرسش ها را از خود بپرسید و بدون عجله به صدای درونی خود گوش فرا دهید. بعد از طرح هر پرسش 1 لحظه چشمانتان را باز کنید و پاسخ را در دفتر روزانه‌تان بنویسید. بهتر است هر چیزی که به ذهنتان میآید را به سرعت روی کاغذ یادداشت کنید. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. وقتی با خودمان به صلح برسیم، خود به خود با جهان هم به صلح میرسیم. وقتی این واقعیت را بپذیریم که تمام صفات نهفته در کائنات در وجود تک تک ما هم هست، دیگر لازم نیست وانمود کنیم همه این صفات را نداریم. به بیشتر ما آموختند که با دیگران متفاوت هستیم. بعضی از ما خود را برتر از دیگران می‌دانیم و بسیاری از ما باور داریم که کافی نیستیم. زندگی ما تحت تأثیر همین قضاوت‌ها شکل گرفته است. همین قضاوت‌ها موجب می‌شود بگوییم من مثل شما نیستم، من با بقیه فرق دارم. زنان و مردان از لحاظ خلقت با هم برابرند، زیرا در هر دویشان مجموعه کامل ویژگی‌های انسانی به ودیعه گذارده شده است. همه ما قدرت، توان، خلاقیت و دلسوزی داریم. طمع، شهوت، خشم و شعف در همه ما وجود دارد. با پس گرفتن فرافکنی‌های مثبتمان، صلح را با تمام وجود احساس می‌کنیم. صلح و آرامش عمیقی که موجب می‌شود بفهمیم خود واقعی ما هیچ عیب و نقصی ندارد. صلح وقتی اتفاق می‌افتد که خود واقعیمان را بپذیریم و وانمود
نکنیم که فرد دیگری هستیم. ما از صمیم قلبمان مشتاق رسیدن به آرامش، عشق و توازن هستیم. زندگی ما سفری کوتاه و ارزشمند است و مأموریت یافته‌ایم راهی برای بروز موهبت‌های منحصر به فرد وجودمان بیابیم. یافتن راهی برای بروز جنبه انسانی وجودمان، یعنی یافتن راهی برای بازپس گرفتن الوهیتمان. گم کردن گرانبهاترین داشته‌ها دشوار نیست. عشق و بخشایشتان را دریغ نکنید. دلسوزی یا زیباییتان را پنهان نسازید. هیچ رابطه‌ای مهمتر از رابطه ما با خودمان، با وجود کاملمان که سایه ما را نیز در بر می‌گیرد، وجود ندارد.